الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رئیس اعلیحضرت محمد ابن سلمان آل سعود، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی، محترم سران دولت و رهبران هیئت، محترم دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، ما تشبث خادم حرمین شریفین پادشاهی عربستان سعودی اعلیحضرت شاه سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود را با حیث رئیس کنونی سمیت اسلامی عاید به دعوت همایش اضطراری سازمان همکاری اسلامی سری وقتی و مهم می‌دانم. وضع بحرانی در غزه کشورهای ما و جامعه جهانی را سخت نگران ساخته است. تاجیکستان جراحت برداشتن و کشته شدن هزاران نفر اهالی آسایشته و در این میان زنان و کودکان، همچنین خراب گردانیدن انفراساختار حیاتاً مهم را در این بخش فلسطین شدیداً محکوم می‌کند. حالت امروزه بار دیگر آن حقیقت را ثابت می‌سازد که قضیه فلسطین راه حل نظامی ندارد. از نگاه ما تأمین صلح عادلانه، پایدار و درازمدت تنها از راه اجرای قطعنامه‌های داخلدار سازمان ملل متحد امکان پذیر می‌باشد. در این زمینه تاجیکستان از تأسیس دولت فلسطین با پایتخت آن شهر بیت المقدس شرقی در اساس مرزهای سال 1967 جانبداری می‌کند. ما و شما می‌دانیم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد 29 نوامبر سال 1947 درباره در سرزمین فلسطین تأسیس دادن دو دولت مستقل قطعنامه رقم 181 را قبول کرده بود. اما تا امروز آرزو و آمال مردم فلسطین در مورد تأسیس دادن دولت خود عملی نگردیده است. حالا زیاده از 2 میلیون اهالی در نوار غزه در شرایط معاصره کامل از کمبودی آذوقه‌واری، برق، دارواری و دیگر مواد نیاز اولی اذیت می‌کشند. درگیری و خونریزی در این منطقه خاورمیانه امروز به نقطه اوج خود رسیده است، ولی تا حال اقدامات جدی و تأثیر بخش جهت به اعتدال آوردن وضعیت به مشاهده نمی رسد. گذشته از این، جانب‌های علاهیده موقع دخوره و خاموشی را اختیار کرده فلاکت بشری را که امروزها در نوار غزه ادامه دارد نادیده می‌گیرند. سازمان همکاری اسلامی را ضرور است که در همکاری با جانب‌های منفعت‌دار جهت خاتمه هرچه زودتری مناقشه و درگیری ها اقدام نماید. همچنین لازم است که در اساس نقشه مقصدناک بشردوستانه و مردم فلسطین کمک های لازمه و تأخیر ناپذیر رسانیده شوند. خطر و تهدیدهای جدی که امروزها در پهنای جهان اسلام جریان دارند ما را به وحدت و همراهی و متحدی و سرجمی وادار می سازند. امروز ما شاهد آن هستیم که عاقبت های اقتصادی و اجتماعی منفی عامل های مذکور ثبات منطقه های مختلف عالم اسلام را جداً خللدار کردند. چون این وضع حساس ما را وادار می نماید که پیگیرانه راه های مؤثری تأمین رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی امت مسلمان را پیدا نماییم. قبلا من در سخنرانی های خود از منبرهای مختلف سازمان بارها ضرورت تأسیس فاند مخصوص سرمایه گذاری و رشد را برای دستگیری مالیوی و اجتماعی کشورهای جهان اسلام ذکر کرده بودم. بار دیگر تأکید کردنیم که
در این روند کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته جهان اسلام می توانند نقش مؤثر داشته باشند. تاجیکستان که در تاریخ معاصر خود جنگ خرابی‌آور تعمیلی داخلی را پس سر نموده است، جانبدار اقدامات صلح‌آفری و حل و فصل مصالحت آمیزی همه گونه مشکلات و مخالفت‌های جهانی می باشد. در این زمینه ما از جامعه جهانی بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت میکنیم که روند حمایه ترتیبات بین المللی را در رابطه با فلسطین تحت نظارت قطعی قرار دهد. در فرجام میخواهم اظهار امید نمایم که